فود بکش فست بگی فرشاد فور لایف بزنه روش بریک رفا کالاف نیکانتره فقط یه در داره ها نه کف نکرده شاشه بزرگم مشروب خوردی بسر نه من آبجو خوردی فنا تحسینم میکنم واس خواهی بزرگم مشروب خوردی بسر نه من آبجو خوردم هوا خوب میدونی چی یادتونه نمیدونم یادتونه نه شایان رگ زنگ زده بود با کیو سر اون درگیری چیز که مثلا پوری اومده بود سر قرار دعوا ساعت 11 صبح لایو گذاشته بود شبش شایانک زنگ زده بود آکیو میگفت اینجوری بخوای صحبت کنی قطع کنم شایانک میگفت مشروب خوردی بسر نمیکنم واس خواهی بزرگم مشروب خوردی بسر نه من آبجو خوردم هوا خوب شده میچرخم با یه موتور از دراگ خوندم کامنتاتیش گذاشت خاله بود حاجی عمران سیبیلا رو تتو کرده با اون شده ها فقط کاری جز رپ فارسی فکر کنم دیگه نمیتونی انجام بدیش کاری جز ماب بودن رپ فارسی بزرگم 3 سال پایین نمیام رو بیلبورد مشتی انقدر سکه زدم از رپ شده بیت کوین تعطیل به چه برام بریک میرقصم از بی بوی فرزین تو جمع رو پوش فرزین کی میشناستش رپ شده بیت کوین تعطیل به چه برام بریک میرقصم از بی بوی فرزین تو جمع رو پوشم رپ شده بیت کوین تعطیل به چه برام بریک میرقصم از بی بوی فرزین تو جمع رو پوشم و پوشید گفتم بی خود کردی بین رفیقام پیمود کردم کش و توق سودم هوا سرد تابستون بپوشین شب و درس بزرگترین زمان از سنکلود که تجاوز تعجب نکن کمر وایسا ببینم چه بمبی شد من خودم یکی از منتقدینه نه واقعا ولی به نظرم خود صدای بوم بپ بلاد یک کم زود چیز شد اشباه شد مخصوصا اون آلبومی که خودشون دادن ولی بارا خیلی بامزه است بی خود کردی بین رفیقام پیمود کردم کش و توق سودم هوا سرد تابستون بپوشین شب و درس بزرگترین زمان از سنکلود که تجاوز تعجب بزرگترین زمان از ساوند کلاود که تجاوز کن کمر دافه دیدی تتو بز به چه تو ماشین رفت پایین دادم کنار از هول دیدم تو پیاده رو یه هیتر از هول ولی فکر نکن پیاده شدم یارو پس خود با 4WD تو شیکمت میامد جلو هی با 4WD با فکر کنم ماشین شاسیا میگن نمیدونم مخففه چیه 4WD 4 wheel drive 4WD میشه بهش 4x4 هم میگن 4 ضرب در 4 ماشیناییه که نیرو رو دیفرانسیل پخش میکنه بین 4 تا چرخ اینجوری که مثلا فقط محور عقب پخش نیرو اینا نیست فهمیدم شدم یارو پس خود با 4WD تو شیکمت میامد جلو من امسال هیت نمیخوام بشم پس بگو چرا داری بهم فوش میدی من زندان نمیخوام برم پس بگو چرا داری منو هول میدی اینو تو اینستا گذاشته بود من امسال هیت نمیخوام بشم پس بگو چرا داری بهم فوش میدی من زندان نمیخوام برم پس بگو چرا داری منو هول میدی بعد داره فکر کنم منظوری داره من زندان نمیخوام برم پس چرا داری منو هول میدی اولا یکی فلو شبیه چیزه هیچ کس رو پیش رو اگه جفشن رپ فارسی میرسه به اوج بزن خیلی فلو شبیه اونه بعید میدونم رپتی اون داشته باشه رفرنسی داشته باشه من میگم این زندان نمیخوام برم پس چرا بگو چرا داری منو هول میدی دارم فکر کنم ببینم رفرنس خاصی داره اینا شمال همون جاده‌ای که همه شهرهای شمال رو با هم وصل میکنه جاده کناره بهش میگن اونجاست ولی پلاک ماشین دوکی تهرانه چه اومد با یه ست تابستونی فکش عملیه مثل مول میدی بچه اومد با یه ست تابستونی فکش عملیه مثل مال پوتی نس یک اسطورت و خواهی فک عملی یعنی چی؟ بچی که بچه‌ای که فکش عملی باشه استونی فکش عملیه مثل مال پوتی نس یک اسطورت و خواهی مالش بودی از سامت چیزی یاد میگرفتی ساکت بودی جای اسطورت و خواهی مالش بود یه با کیه؟ دهنت سرویس با کیه؟ کی گفته بود چیزی به نسل یک؟ میگه از سامت یاد یه چیزی می‌خواستی یاد بگیری این بود که ساکت باشی فدایی دیسش کرده بود دیسش هم نکرده بود توییت زده بود واسش شاید یه اشاره به مهدیار داره تنها چیزی که ربطی به سامت داشته باشه مهدیاره که میگم فدایی اون توییتی که زده بود که با پرچمی که به خاطرش کلی خون ریخته شده مثلا فلکس نکنید و تیم ملی که نمیدونم فلانه فلکس نکنید سر برد تیم ملی دوکی پرچم تیم با پرچم ایران و اینا عکس گذاشته بود فدایی یه توییت زده بود ضدش که دوکی هم دیسش کرد فکر کنم داره مهدیار رو میگه این فکش عملیه مثل مال پوتی نس یک اسطورت و خواهی مالش بودی از سامت چیزی شاید هم خود فدایی رو داره میگه
داره میگه نسلیک اسطوره است و خایمانش بود. احتمالاً خود فدایی میگه. یاد میگرفتی ساکت بودی جای ادعا فلو بزنید بی پدر و کلینیک ست زده پیرم بلادی فنا هر کلانتری گرفتتت بگو پیش کلام فقط یه نفره ترک بده ایران میره هوا منو دیده تو خیابون کونه شیدیه داشه دم پایی پاشه دم خونه بیبیه دوره داشه چند تا بلادی نور چشمیه اگه دیدی تنم آبیه چون روز دربیه تو آیپرم مینه با بلاد یا فلکس میگه اگر یه روزم تنم آبیه به خاطر اینکه دربی استقلال بلادی نور چشمیه اگه دیدی تنم آبیه چون روز دربیه تو آیپرم مینویسم تکس نمیدم توش برک فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچه تو آیپرم مینویسم تکس نمیدم توش برک تو چی مینویسم تکست نمیدم توش برک اگه دیدی تنم آبیه چون روز دربیه تو آیپرم مینویسم تکس نمیدم توش برک فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچک 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک رفا کالاف نیکانتره فقط یه کک فست بگید فرشاد فور بچه من میدونم من همه بهم زنگ زدن و گفتن که همه کاره یه سری زنگ زدن و گفتن اسم فرشاد میاد ما تا الان لحظه تا الان منتظر بودم چی گفتن نمیدونستم چی گفتم هر کی گفت اسمت اومده گفتم خفه شو ادامه نده میخوام تو ریاکشن ویدیو بشم من نمیدونم چی گفته اصلا راجع من بذار ببینم چی گفته فقط چت میگه خون بچک 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک من اون موزیکای فست برک یا اول منظور اینقدر دقیق داره چیز میکنه چی میگن رقصمو یعنی دقیق دقیق دیده چون من یکی از کارهایی که میکردم این بود که فست میرقصیدم میگی چی میگم چون ریزه چجوری چون فوت ورک های با دیتیل میزدم حرکت درشت خیلی نمیزدم حرکت قدرت نمیزدم نگو منظورت اینه ویسم تکس نمیدم توش برک فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچک 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک رفا کالاف نیکانتره فقط یه در داره کلی خدنگ توشه ولی خب یه درباره من جرمم رفت تو خیابون کرک با 4 تا خالی کنی پاپولوژی ترک داده امسال هیت ادعا فلو بزنید بی پدر و کلینیک ست زده منو دو کی شما همه کونیم بلادی فنا هر کلانتری گرفتتت بگو پیش کلام فقط یه نفره ترک بده ایران میره هوا فنه منو دیده تو خیابون کونه شیدیه داشه دم پایی پاشه دم خونه بیبیه دوره داشه چند تا بلادی نور چشمیه اگه دیدی تنم آبیه چون روز دربیه تو آیپرم مینه من 1 سال دستم زمین نخورد زانون نگاه رفت ولی کی رته بیسم تکس نمیدم توش برک فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچک 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک رفا کالاف نیکان فقط یه در داره کلی خدنگ توشه ولی خب یه درباره من جرمم رفت تو خیابون کرک با 4 تا خالی کنی پاپولوژی ترک داده امسال هیت پس بگو چرا داری بهم فوش میدی من زندان نمیخوام برم پس بگو چرا داری منو هول میدی من امسال هیت نمیخوام بشم پس بگو چرا داری بهم فوش میدی من زندان نمیخوام برم حاجی نفسم میگیره تو رقص خیلی وقت نرقصیدم ولی باید این حرکت رو بزنم حاجی اصلا منو دوکی شما همه ببین به خاطر این اتفاق تا 5 ماه فور لایف 1 ماه جایزه 1 ماه به خاطر اینکه گوته دوکی تا 6 ماه بعدش رو باید فکر کنم ولی تا 6 ماه دوکی چشم و ناموس دشمنش اسکوریتی بادا الهی آمین کنی پاپولوژی ترک داده امسال هیت من باید اون حرکتمو بزنم تو آیپرم مینویسم تکس نمیدم توش برک فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچک 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک رفا کالاف نیکانتره فقط یه در داره کلی خدنگ نشد یه بار دیگه
بیه دور داشته چند تا بلادی نور چشمی اگه دیدی تنم آبیه چون روز دربیه تو آیپرم می نویسم تکست نمیدم توش برک فاینال شکار دم گوشت میگه خون بچک 50 تومن کارت میکشم واسه یه پودر کک فست بگید فرشاد فور لایف بزنه روش برک رفا کالاف نی کانتر فقط یه در داره کلی خدنگ توش رفا کالاف نی کانتر یه درده فکرم یه دره بازی میکرد دوکی آخه یه چیزم گذاشته بود دارن کانتر میزنن نمیدونم ما هم در ای فقط بازی میکردیم قدیم دربی بعدم میومد دربی من یه میرم میدوهم نفسم دو خیلی خوبه نفسم تو سکمه فقط نه واقعا بریکینگ فرق داره کسکش مدل تنفسش ولی خب یه درباره من جرمم رفت تو خیابون کرک با تا 4 تا خالی کنی پاپولوژی ترک داده امسال هیت پس بگو چرا داری بهم فوش میدی من زندان نمیخوام برم پس بگو چرا داری منو هول میدی من امسال هیت نمیخوام بشم پس بگو چرا داری بهم فوش میدی من زندان نمیخوام برم پس بگو چرا داری منو هول میدی تو آها این یه ترک دیگه هیچ کسه من کسخلو ببین الان صدای خود هیچ کس اومد یادم من اون ترکش زیاد گوش نمیدادم بخاطر هم یادم نمیاد من زندان نمیخوام برم هیچ کسه من اون ترکش زیاد گوش نمیدادم من میگم خدا این رفرنس قدیمی داره یه دلیلی داره این کورس من اگر نفهمم چیه قضیه میفهمم یه قضیه هست فعلا من و دوکی شما همه کاکانم تو تیم ماست آره تو جنگل آسفالت بود من میگم این ترکشو گوش نمیدادم من تو جنگل آسفالت بزنم اون منم رو زیاد گوش میدادم ولی میگم شنیدم این کورس برای الان نیست برای قدیمه میدم خب یه دور فلی بزنم واجی عشق و حاله بابا میرم تو دشمن